هممون این طرف و اون طرف شنیدیم که میگن انسان‌ها فقط از 10% مغزشون استفاده میکنن. اول از همه بگیم که این واقعیت نداره و از چند جهت شایعه شده، مخصوصا از جانب فیلم‌های هالیوودی، فیلم‌هایی مثل لوسی و لیمیتلس. تو این فیلم‌ها بازیگران یه قرص میخورن تا بتونن از 100% مغزشون استفاده کنن. فیلم‌های جالبی هن، اما کاملا تخیلی هن. متخصصین مغز اصلا میگن که انسان در یک روز میتونه از 100% مغزش استفاده کنه، اما نمیتونه از 100% توان مغزش در آن واحد استفاده کنه. هممون میدونیم مغز پیچیدگی‌های خاصی داره و هنوز نتونستیم اونو کامل بشناسیم. جالبه که بدونید بیشتر انرژی که انسان‌ها مصرف میکنن برای استفاده مغزه. مغز خودش هوای خودشو داره، اون میدونه چقدر انرژی احتیاج داره و آیا این انرژی در اختیارش هست یا نه. وقتی میبینه انرژی برای 100% کار کردن مغز وجود نداره، 30%شو از رده خارج میکنه. دیدین وقتی به جای تاریکی عادت داریم تو تاریکی هم میتونین کارتون رو انجام بدین؟ این کار مغزه. اون سعی میکنه یه عادتهایی بسازه که کار خودش رو راحت‌تر کنه و کمتر انرژی مصرف کنه. اون کار میکنه که شما برای حل کردن یه مسئله فکر نکنید و اونو بلد باشید و ناخودآگاه انجامش بدین. یه جورایی مزاحم مغز نشه، اما مغز فقط عادت خوب به آدم یاد میده. اون به هر عادتی که خودش رو راحت تر میکنه دست رد نمیزنه و اونو به عادتهای فرد اضافه میکنه، مثلا سیگار کشیدن یا مشکلات دیگه. اما متخصصین مغز و اعصاب باور دارن که ما هنوز 100% مغز رو نمیشناسیم. اونا میگن اینی که ما میشناسیم تمام قدرت این مغز نیست و پتانسیل خیلی بیشتر برای اینکه مغز یاد بگیره احتیاجه و باید پله پله بره بالا. یعنی اگه بخوایم پروفسور بشیم باید از کلاس اول مغزتون رو عادت بدین و همینطور چیزهای کوچیک کوچیک یاد بگیرین تا به چیزهای بزرگ برسه. مثلا میخواین نوت موسیقی یاد بگیرین، وقتی هیچی از اون نمیدونی مغزت نمیکشه و خیلی سخته که بتونی چیزهای ساده‌شو رو یاد بگیری. اما وقتی همین موزیکو پله پله یاد گرفتی و رفتی بالا، یه دفعه نگاه میکنی میبینی که کارهای خیلی مشکلم برات مثل آب خوردنه، چون مغزت عادت داره که اینطوری یاد بگیره. این تو هر چیزی قابل گسترشه. مثلا میخوای یه بازی کامپیوتری رو یاد بگیری، از روز اول که شروع میکنی بازیت خیلی بده و هر چقدرم که باهوش باشی، نابغه باشی، باز بازیت بده. باید پله پله بری جلو تا بشی استاد. برای همین شاعر میگه که کار نیکو کردن است، پر کردن است. این شعر کار مغز رو داره میگه. مغز رو اگه تمرین بدی تو هر کاری که دوست داری جواب میده. هممون میدونیم مغز از 2 قسمت تشکیل شده. قسمت راست مغز قسمت چپ بدن رو کنترل میکنه و قسمت چپ مغز قسمت راست بدن. بعضیا میگن مثلا چپ دست‌ها باهوش‌ترن و بعضیا میگن نه راست دست‌ها باهوش‌ترن. اما هیچ کدومش واقعیت نداره. اون ترجیحی که مغزت انتخاب کرده. تو این کارم میتونی به مغزت عادت بدی و چپ دست بشی یا راست دست. فقط همون نکته رو باید فراموش نکنی و پله پله جلو بری. هیچ کسی یه روزه دانشمند نشده. هی میگن چطوری میتونیم 100% مغزمون رو استفاده کنیم؟ چطوری 87 میلیارد عصب درون مغزمون در آن واحد فعال شه؟ دانشمندان میگن همچین چیزی شدنی نیست، فقط یه جوری شدنیه، اونم تو فیلم‌ها. یک انسان وقتی در حال یادگیریه، حالا هر چیزی داره یاد میگیره، مثل رانندگی، یا داره یه زبان دیگه یاد میگیره، یا داره یه شعری رو حفظ میکنه، تمام اینا ورزش مغزه. دیدین بعضی بدنها چقدر ورزیده است؟ معلومه که حسابی ورزش کرده. مغز به قدری فعاله که یاد گرفتن آسون‌تر و آسون‌تر میشه. هیچ موقع نذارید مغز کرکره رو پایین بکشه و بگه هر چه پیش آید خوش آید. در اون صورت اون مغز تنبل و تنبل‌تر میشه و یاد گرفتن براش سخت و سخت‌تر میشه. البته هممون میدونیم که بعد از 30 سالگی روز به روز یاد گرفتن مشکل‌تر میشه. نه اینکه نشدنی باشه، مشکل‌تر میشه. پس مغز رو باید از بچگی و نوجوانی ساخت و اومد بالا. وقتی در سن 30 سالگی مغز ورزیده باشه، اون موقع هم راحت یاد میگیریم و به یاد گرفتنمون ادامه میدیم. این یاد گرفتن و ورزش مغزی پایانی درش نیست، چون مغز آمادگی همه چیزو داره، آمادگی یاد گرفتن و آمادگی پس دادن. متخصصان مغز و اعصاب میگن که وقتی مغز ورزیده است، اعتماد به نفست بالاتر میره و همین باعث میشه استرس و نگرانی کاملا تو بدنت کنترل بشه. همین باعث میشه فکرهای منفی از بین بره و طرف خوشبین‌تر و مثبت‌تر باشه. در این صورت یعنی شما روی فکرت کنترل داری و این کنترل باعث میشه که هر استرسی که میخواد به مغزت وارد بشه کنترل کنی و بذاریش کنار. پس تا اینجا فهمیدیم که ایجاد یه مغز کامل و بی‌نقص که به خوبی کار میکنه دست خودمونه. نه دارویی براش وجود داره، نه گیاهی براش وجود داره و نه هیچ چیز دیگه. فقط همون ورزشی که هر روز بهش دادیم. اما فکر نکنید وقتی مغزتون خیلی ورزیده شه در آن واحد به 100% چیزهایی که یاد گرفتیم دسترسی پیدا میکنیم و یا اینکه کارهای عجیب و غریب میتونین انجام بدیم.
گفتیم که این داستان فیلم هاست. هنوز مغز رو کاملا نمیشناسیم و پتانسیلش رو نمیدونیم چیه، اما تا اینجا فهمیدیم که هر چی مغزمون رو تمرین بدیم نتیجه بهتری